پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت فرارسی ماه شریف رمضان. هموطنان عزیز، فردا ماه شریف رمضان فرا می رسد. با این مناسبت کل ساکنان کشور را تبریک گفته به همه آنها نور ایمان و معرفت، خیر و برکت و تمام خوشی های زندگی را آرزو می نمایم. ماه شریف رمضان در برابر روزه‌داری ماه آزادگی روح و ایمانداری و تقوا به شما رفته وجود انسان را از حسن ادب و معرفت آراسته می گرداند. در این ماه مسلمان کامل فروتنی و شکست نفسی را پیشه کرده خشم و غضب را از خود دور می سازد و قلبش را به مکان مهر و محبت تبدیل داده بیشتر به عمل خیر و ثواب دست می زند و به نزدیکان و پیوندان، همسایه ها و درماندگان کمک رسانیده مشکل آنها را آسان می گرداند. تاجیکان این فریضه های دین مبین اسلام را تا به امروز ادامه داده با پرهیزگاری، طاعت و عبادت، خیر و سخاوت، نیکی و نکوکاری، احترام پدر و مادر و خویشاوندان و کلانسالان شهرت پیدا کردند. ما فریضه های این ماه مبارک را امسال در ایام آمادگی به جشن بزرگ ملی یعنی 30 سالگی استقلال دولتی عملی می سازیم. این رویداد تاریخی یعنی استقلال و آزادی برای هر یک شهروند کشور مایه افتخار و سعادت به شمار می رود، زیرا آن چراغ ضیابخش راه امروز و آینده مردم ما می باشد. با شرافت صاحب استقلالی ما در جاده بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی با قدم‌های استوار پیش می رویم و باور داریم که با عزم و تلاش صادقانه مردم شریف کشور روند آبادکاری و سازندگی را وسعت بیشتر بخشیده در آینده نزدیکترین وطن محبوبمان را به یک ملک زیبا و پیشرفته مبدل می گردانیم. واقعاً از دیدگاه دین مبین اسلام محبت به خلق و وطن از گوشه ایمان است و حفظ کردن و آباد نمودن آن فرض مقدس و وظیفه ایمانی به شمار می رود. همچنین یکی از فضیلت‌های دین مبین اسلام پاکی و تازگی می باشد. در ماه شریف رمضان هر یک شخص باید برای پاکی جسم و روح به خاطر تازه و آزاده نگاه داشتن خانه و کاشانه و محل زیست خود سعی و کوشش نماید. زیرا آبادانی کوچه و محل زیست از زمانهای قدیم خصلت مردم زحمت‌دوست و آزاده و آزادی پرست ما می باشد. بخصوص امروزها که فصل بهار است، ما باید از هر وقت بیشتر کار کنیم، روزی خود و اهل خاندانمان را با زحمت حلال مهیا نماییم و در حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور سهم مناسب گذاریم. در اساس تاکید علمای شریعت و فقیهان دین مبین اسلام، شخصانی که در شرایط دشوار کار و فعالیت میکنند، کسبشان به تامین مواد آذوقه وابسته است یا در ساحه‌های صنعت و استحصالات وزنین مشغول می باشند، روزه‌داری برای آنها باعث دشواری و مشقت می گردد. از این لحاظ خوردن روزه برایشان اجازه داده شده است و آنها می توانند در وقت مساعد دیگر روزه خود را انجام دهند. سلامتی ثروت بی‌بها و عمر نعمت بزرگترین برای هر یک انسان می باشد و هر یک فرد سالم فکر باید به قدر آنها رسد. سال 2021 با تمام علامت‌هایش و طبق تحلیل و پیشگویی‌های کارشناسان از سالهای گذشته فرقی کلی دارد. بر اثر تغییریابی اقلیم، کم آبی و خشکسالی، بیماری‌های گوناگون سریعتی از جمله کووید 19 وضع تأمینات اهالی سیاره با مواد غذایی روز به روز مرکب و پیچیده گردیده ایستاده است. در نتیجه بالاروی نرخ‌ها و کمچینی آذوقه‌واری علاقه اهالی 20 کشور دنیا در حالت گرسنگی و فقر و قشاقی قرار دارد.
در چنین شرایط ما باید تمام سعی و تلاش و ذخیره و امکانیت‌ها را برای هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و ذخیره آن سفربر سازیم. خصوصاً که رمضان امساله و موسم اوج کشت و کار و گذاشتن زمینه برای حاصل راست آمده است، ما باید پیش از همه در فکر استحصال محصولات، تأمینات اهل عائله خود و ذخیره مواد غذایی باشیم و مشکلاتی در دنیا به وجود آمده را هزل نشماریم. همچنین فراموش نباید کرد که ماه شریف رمضان ماه احسان و نکوکاری و خیرات و صدقات می باشد. یعنی شخصانی که امکان مالیوی مساعی دارند می توانند به خاطر صاحب ثواب گردیدن علل خصوص در ماه رمضان به یتیمان و معیوبان و عائله های کمبضاعت و نیازمندان دست خیر و سخاوت دراز کنند. هدیه و پاداش هر یک انسان از همت او وابسته می باشد، زیرا همت بلند داشتن و به نیازمندان دست سخا دراز نمودن طبق تعلیمات اسلام حتما مورد احسان خداوند بخشاینده قرار می گیرد. با قناعتمندی اظهار می دارم که کمک و دستگیری یتیمان و معیوبان سالهای آخر در کشور ما به حکم عنعنه نیک در آمده است. موافق فرموده دین اسلام لقمه حلال سبب نازل گشتن برکت خداوند بر روزگار و خاندان می گردد. بخصوص ثروتمندان و تاجران اگر در راه ثواب کوشش نموده در خیر و سخاوت را باز کنند و مال و محصولات خود را با نرخ ارزانتر و با رعایت معیارهای انصاف و انسان دوستی به فروش گذارند، به عوض این عمل نیک سزاوار اجر عظیم از طرف خداوند خواهند شد. در عکس حال به خاطر فایده بیشتر گرفتن، ارزش مال را بلند برداشتن، مخصوصاً در ماه شریف رمضان گناه است که در دین مبین اسلام محکوم کرده می شود. در این مورد پیامبر اسلام فرموده است: اگر کسی در نرخگذاری رزق روزی مسلمانان دخالت نماید که سبب بالا رفتن قیمت آنها شود، خداوند حتما فردا روز قیامت او را در آتش جهنم قرار خواهد داد. دیگر ظهوراتی که عمل ناصواب شماریده می شود اسرافکاری و ظاهر پرستی می باشد. 14 سال قبل ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را قبول کردیم که ثمره و نتیجه های مثبت آن را امروز هر یک ساکن مملکت در روزگار عائله خود واضح دیده ایستاده است. ضرور است که مردم کشور من بعد نیز هنگام برگزاری مراسم و معرکه ها طلبات قانون ملی را که فقط به منفعت آنها نگرانیده شده است قطعی رعایت نمایند. به جای برگزاری معرکه های ظاهر پرستانه و نمایشکارانه و پردبدبه و سرخراجات، ما باید به فراهم آوردن شرایط خوب زندگی برای عائله و فرزندان خود، عملهای خیر و احسانکاری، آبادی محل زیست، بنیاد مؤسسه‌های گوناگون اجتماعی و آبادانی دیار اقدام نموده سهم شایسته خود را به استقبال جشن بزرگ ملیمان 30 سالگی استقلال و آزادی وطن محبوبمان گذاریم. باور دارم که مردم همت بلند ما برابر رعایت رکنهای ماه مبارک کارهای خیر و ثواب را باز هم گسترش بخشیده سهم خود را در آبادی وطن، پیشرفت دولت، آرامی جامعه، تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی می‌گذارند. بار دیگر فرارسی ماه شریف رمضان را به تمام مردم کشور تهنیت گفته از درگاه خداوند متعال به هر خانواده سلامتی، خوشحالی و خوشروزی، رزق و روزی فراوان و اقبال نیک آرزو می‌نمایم. همیشه سلامت و سرفراز باشید هموطنان عزیز.